بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت سروران عزیز ما که برنامه گوگذره را دنبال میکنند. بحث امروز ما از اینجا شروع می شود که آیا هزارها بقایای سپاه چنگیزخان هستند؟ اولین کسی که در تاریخ این نظریه را ارائه نموده آقای ابوالفضل دکنی، معاصر و مورخ اکبرشاه هند است. ایشان در اکبرنامه می نویسد که هزارها از سپاه منگ و قاآن نویره چنگیزخان است. این نظریه توسط محققین داخلی و خارجی جوابهای بسیار محکم و دندان شکن داده شده است و کسانی که با دیده انصاف و علمی تاریخ را بررسی کرده اند، هیچ کسی این نظریه را قبول ندارد. از جمله دانشمندانی که به پایگی کلام آقای ابوالفضل را آشکار ساخته است میتوان آقایان حاجی کاظم یزدانی در کتاب پژوهش در تاریخ هزارها و زندیات، محمد تقی خاوری در کتاب مردم هزاره و خراسان بزرگ و همچنین مرحوم اقبال، مرحوم صدیق و حتی بعضی از مورخین پشتون تبار این نظریه رد کرد. با اینکه فساد نظریه آقای دکنی مانند آفتاب روشن است و امروز یک بچه کم سواد می داند که پیوند دادن ملت هزاره را با سپاه چنگیزخان به اساس است، اما به بهانه این بحث من مطالب بسیار ارزنده و وسیعی را بررسی نمودم که در جلسات گوگذره خدمت شما به عرض خواهیم رساند. از پیشنهادات، انتقادات و راهنمایی های شما بی‌نیاز نیستم و امروز عجالتا به چند نکته اشاره میکنم تا این نکته ها آینه باشد برای مباحث بسیار غنی و ارزنده ما در آینده. نکته اول، وجود رگه های ترک، مغول، یونانی، هندی، عرب، ازبک، قرقیز و ترکمن، افغان و حتی یهود در سرزمین هزارشاه چه حوزه بلخ از ماورای آمو تا دریای خزر و چه در حوزه زابلستان از پشاور تا پارس و سیستان غیر قابل انکار است. اما بدنه اصلی و بومیان اولیه هزارشاه اریانی هستند با گویش دری اریانی و مهمانهای خونده و نخونده از ملحقات می باشند و این مطلب به دلایل علمی و میدانی قابل اثبات است و من با کمک خداوند در جلسات گوگذره این مطلب را به شکل میدانی و زنده ثابت خواهم نمود. نکته دوم، آغاز تهاجم چنگیزخان در سال 1221 میلادی اتفاق افتاد و الخانیان چنگیزی در تمام خاورمیانه تا غرب آسیا بعضا ماندگار شدند که اکثریت قاطع آنها در ایران و هند حکومت ها تشکیل دادند و هزارشاه در اون زمان به حساب ایران بود. سهم الخانان در هزارشاه بسیار ناچیز و غیر قابل توجه است
اونقدر اندک است که امروز ما در قلب هزارستان کنونی فقط خاندان محمد امیر بیگ ایلخانی را داریم و بس. چند خانوار مغول در جنوب دایکندی، غور، هرات و فرا، اینا به احتمال قوی بقایای ترکان و مغولان ما قبل اسلام هستند از دوره کوشانیان و یفتلی ها. نکته سوم، انتصاب به مغول، حتی چنگیز، و انتصاب به بنی اسرائیل و انتصاب به فلان و بهمان از نظر خونی و نژادی نه مایه افتخار است و نه مایه سرشکستگی و هر انسان مسئول اعمال خود است. ظلم و بیدادگری از هر که سر بزند قابل دفاع نیست. ما چنگیز، تیمور، صفویه، افشار و احمد شاه درانی و غیرهم را که بحث میکنیم، منظور ما بحث تاریخی است، نه بحث از نیک و بد خونی و نژادی که فلان آدم یا فلان گروه از نظر خونی بد بودن یا فلان از نظر خونی خوب بودن. اینها مورد نظر ما نیست. ما همون طوری که ظلم و آدم کشی را از چنگیز بد میدانیم، از مسلمان هایی که به این نام آدم کشی ها کردن، دوره امویه، دوره عباسیه، دوره تیموریه و همچنین صفویه و افشاریه و افغان ها، هر که آدم ها را کشتن، ظلم کردن، تاراج کردن، زمین هایشان را غصب کردن، از این گرفت به اون دادن، این قابل دفاع است. نکته سوم، تهاجم چنگیز خان در سال 1221 میلادی آغاز شد و تا امروز که سال 2023 میلادی از 802 سال میگذرد و ما در هزارستان کنونی که از 4 طرف قیچی خورده است و به گویش مردم ما به اندازه یک وقره‌گاه باقی مانده است. در همین وقره‌گاه صدها طایفه داریم با نامهای باستانی آریایی که بعضا در اوستا به همون نام آمده است و ما در آینده و کمک خداوند اثبات خواهیم نمود. صدها نام و نشان باستانی و اوستایی، از همه مهم زبان دری اریانی و از همه مهمتر نام باستانی هزارشار و دای. این همه شواهد و دلائل را نادیده بگیریم و بچسبیم به چنگیز خان، در حالی که چند خانوار مغول و یک خاندان ایلخانی بیشتر نداریم که اون هم جذب فرهنگ و زبان دری آریایی شده و شهروندانی مهمی از آشار به شما می روند. جای بسیط از صف بلکه خنده آور است. برخی از هزارهای کم اطلاع در میدان دشمنان هویتشان بازی می کنند و با احساسات خشک بی پایه و بی مایه سنگ بابا چنگیز را در سینه میزنند. گمان میکنند که با نام چنگیز خان فاتح آسیا میشوند و نخوانده اند که چنگیز خان از 13 سالگی تا 72 سالگی یک روز کامل آرام نگرفت و خواب راحت او در میدان جنگ بر روی زینه اسب بوده است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از پیشنهادات و سوالات و انتقادات شما متشکرم.